خامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، بختر سربلند، زرد و سرخ خوبنش، در برابرت به خاک دشمنان نابکار، در برابرت به خاک دشمنان نابکار. ای درفش میهنم، ای درفش میهنم، ای نماد کشورم، ای نماد کشورم، ای ز اشکانیان، ای ز ساسانیان یادگار، ای تو از باستان ماندگار. بینندگان گرامی، مهرا ملکی هستم. امروز یک شنبه 5 نوامبر مطابق با 14 آبان ماه هستش. خب یه مقدار اشکال تکنیکی داشتیم، البته از طرف من بود دیگه. وقتی از نظر کامپیوتر و اینترنت برنامه اجرا میشه این اتفاقات رخ میده دیگه، چیز زیاد در واقع عجیبی نیستش. به هر حال حضورتون عرض کنم که گفتم خدمتتون امروز 14 آبان، دیروز 13 آبان روز کشته شدن یکی دیگه از جوانان دلاور ایران، ستار بهشتی بود که واقعا من باز تسلیت میدم به مادر ایشون خانم گوهر بهشتی و خانوادهشون و همه ایرانیان وطن پرست واقعا. و در ضمن که سفارت امریکا هم در چنین روزی گرفتن، اون که واقعا چشم خود امریکا درآمد، برای اینکه حالا تمام اسناد و مدارک به ما نشون میده که مخارج خمینی در نوفل رو کلش رو داشته چیز میداده، کارتر میداده و هر روز بعد از ظهر، یعنی غروب که هوا تاریک می شده، هر روز اینو دقت بفرمایید، هر روز غروب سفیر کبیر امریکا در پاریس با یه اتومبیل پژو کهنه که حضورتون عرض کنم که پلاکارد دیپلماتیک هم نداشت، معمولی بود، می آمد به نوفل شاتو. در اونجا یه قدری با یزدی، ابراهیم یزدی صحبت میکرد، یه قدری با قطب‌زاده، یه قدری هم با بنی صدر صحبت میکرد. لازم کنید هر روز غروب کارش همین بود، سفیر امریکا در پاریس. لازم کنید بعد از اینکه صحبت ها انجام میشد دوباره برمیگشت و میرفت. و دیدارهای دیگری هم که وجود داشته، نماینده لیبی دائم به نوفل شاتو رفت آمد داشته، چون پولهایی که برای شورشیان در ایران پرداخت می شده از طریق لیبی بوده و مرتبا دیدار داشتن. و دیگه یاسر عرفات هم که میدونید دائم اونجا بوده و با هم رفت آمد داشتن و اینها. متاسفانه تمام این اتفاقات افتاده. حالا سفارت امریکا هم چه دلیلی داشته که اینا گرفتن، آیا تو برنامه بوده یا نبوده رو نمیدونیم، ولی آوردن خمینی در ایران در برنامه دولت امریکا هم بوده. یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، امریکا همه با هم دست به دست هم دادن و خمینی رو برای ما ساختند و آوردن. البته کشورهای عربی هم خیلی پول دادن، یا عرب زبان مثل لیبی که آفریقاییه ولی عرب زبانه، و قذافی همونطور که شاه گفت این یه دیوانه است، he's crazy، همینطوری گفت، واقعا این دیوانه بود. دیدم که چه بلایی سرش آوردن، حقش بود که تا این باشه جاسوس 70 کشور نباشه. هم برای انگلیس جاسوسی میکرد قذافی، هم برای شوروی، برای هر دو کشور جاسوسی میکرد و پول فراوانی برای در واقع ساقط کردن رژیم شاه پرداخت این قذافی. حالا درد بی‌درمونش چی بود
خدا میدونه. هر حال جاسوس بوده و چی میگن المأمور و معذور، مأمور بوده باید این کار میکرد. و دیدیم هم که در مملکت خود اینا، به شما بگم دولت‌های غربی همیشه به همین ترتیبه. اون جاسوساشون که کارهای بزرگ براشون انجام میدن، وقتی کارشون باش تموم میشه میکشنشون که نباشن. خود جمال عبدالناصر که برای شوروی کار میکرد و حزب بعث رو نه تنها در مصر را انداخت، سایر کشورهای عربی رو هم در واقع ترغیب کرد که این حزب رو تأسیس کنن. در عراق تأسیس شد، در سوریه تأسیس شد که سوریه اصلا رهبریش هم داد به دست جمال عبدالناصر. لازم میکنید در تقریبا تمام کشورهای عربی منطقه و مسلمان حزب بعث تشکیل شد که حزب بعث یه حزب کمونیستی وابسته به شوروی بود. مسخره اینجاست، شماها مسلمونی، اون وقت حزب کمونیستی که وابسته به شوروی هست رو تأسیس میکنید و فعالیت میکنید. و تمام رهبرای این کشورها برای شوروی کار میکردن. لازم میکنید که دیدیم با صدام هم چیکار کردن، کارشون که تموم شد. با قذافی چیکار کردن، قذافی برای انگلیس هم کار میکرد، دیدیم با اونم چیکار کردن. در خود انقلاب اسلامی 57 هم که گفتم خدمتتون، مصطفی چمران رو دیدیم چی کردن، قدس‌زاده رو دیدیم همون اوایل انقلاب ادامش کردن، میخواست چیزایی رو لو بده. مردی بود که زیاد میدانست، خیلی میدونست از اتفاقات و در واقع عملیات سیاسی که کرده بودن، انجام داده بودن برای ثابت کردن رژیم شاه، بسیار مطلع بود و یکی از عوامل این بود که برای اون هم مثل قذافی برای چند کشور کار میکرد و اصلا پاسپورت سوریه‌ای داشت قطب‌زاده که تا اومد دهن باز کنه اعدامش کردشیم. که قبل از اون خمینی میگفت قطب‌زاده جگر منه، خلاصه مثل هند جگرخواه جگرش در خورد. به هر حال اینم از اون. مصطفی چمران هم یکی از کسانی بود که زیاد میدانست، اونم کشتن. همینطور ابراهیم یزدی مردی بود که زیاد میدانست، تعجب میکنم چرا او رو نکشتن، ولی خب آخر سر چندین بار تو زندان رفت و اومد و اینا، ولی فکر میکنم چون تا آخر سر، تا اون زمانی که زنده بود برای CIA کار میکرد، لازمش داشتند و او رو نکشتن. به مرگ طبیعی دچار سرطان شد و به درک واصل شد. بقیه‌شون هم که فرار کردن دیگه. رجوی فرار کرد، قطب‌زاده بنی صدر فرار کرد، این دوتا که با هم فرار کرد. بعدم مشخص شد که رجوی دچار مثل که سرطان روده شده بوده. 3 سال پنهان زندگی کرده، بعدم یا مرده یا کشته شده، ولی حالا اونا هنوز که هنوزه میگن رفته غیبت صغرا. این که کبرا شد، این همه سال هم 20 سال گم و گور شده، از رو نمیرن. به هر حال خدمتتون بگم که دیروز در رابطه با ناصرالدین شاه قدری سخن گفتم در رابطه با قاجار، که بدونید و متوجه بشید که وضعیت ایران به چه حال و روزی بوده زمانی که رضا شاه ایران رو از قاجار گرفت و چه صدماتی کشید و چه خدماتی به ایران کرد. ملاحظه میکنید؟ و تمام اینها رو نادیده گرفتن. یعنی نسلی بود بزرگترها که یادشون میامد پیش از رضا شاه وضعیت ایران به چه حال روزی بوده. ملاحظه میکنید؟ مثلا مادر بزرگ من هر وقت شاه رو توی تلویزیون میدید، توی اخبار، دعا میخوند، فوت میکرد به تلویزیون که
شاه و همیشه میگفت خدا تختت رو پایدار بکنه، تیغت رو برا بکنه و اینجوری دعا میکرد. برای اینکه خیلی چیزا یادش میامد از بچگی در دوران قاجار که فقر و بدبختی و فحشا و بیماری و شپش و طاعون و وبا و سالک و کچلی و اینها چه قوقایی میکرده در مملکت و هر ساله قحطی میامده. قحطی رم کی باعث میشده؟ خود شاه قاجار احمد شاه و روحانیون، یعنی امامه به سرها، که اینها از ملاکین بزرگ بودن و درست در موقع برداشت محصول غلات رو احتکار میکردن که گرانتر بفروشن. در اثر احتکار غلات قحطی میامده و اونهایی که وضعشون بهتر بوده میتونستن برها تهیه کنند و بدن به نانواها براشون نون بپزن بخورن و نمیرن، رجال و اعیان و اشراف و بقیه فقیر فقرا و اونایی که در سطح متوسط بودن از گرسنگی میمردن. مثلا مادر بزرگم میگفت سال دمپختکی ها، که مثلا ما میپرسیدیم این دمپختکی ها چی بوده. یک حاجی خیرخواهی در اون سالی که قحطی بزرگی آمده بوده اون نذر کرده بوده دمپختک بده به گرسنه ها. این بوده که هر ساله تو بازار دیگهای بزرگ میذاشته دمپختک درست میکرده، چون آرد گیر نمی آمده که بخواد نون بده و کاسه های دمپختک میداده به فقرا یا هر کسی ظرفی داشته می آورده دمپختک میخوردن. ولی در واقع مردم از گرسنگی شکماشون باد میکرده. وقتی شکم خیلی خالی باشه مدتها باد میکنه، مثل بیافرا یا گرسنه های بیافرا باد میکرده و روده ها میترکید و میمردن، در کنار خیابوش و کنار کوچه و خیابون میافتادن و حتی دولت نمیومده اینا رو جمع بکنه و در اثر جنازه های اینها بعد وبا و طاعون میامده پشت سرش و اون وبا و طاعون هم یه سری باعث میشده کشته بشن و حتی برسه به زمستان که در واقع وبا بر اثر سرما خودش از بین بره. یا مثلا طاعون. خیلی واقعا عجیبه. احمد شاه قاجار زمانی که مصطفی الممالک نخست وزیر او بوده و میدونسته احمد شاه غلات رو یا مقدار خیلی زیادی رو احتکار کرده در انباراش، مصطفی الممالک که نخست وزیر بوده میره از طرف دولت غلات رو از احمد شاه بخره و او درست مثل یک الاف چونه میزده و گرونتر میخواسته بفروشه تا بالاخره حضورتون عرض کنم که نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی که وضعش هم خوب بوده، او غلات رو یه مقدارش رو میخره از احمد شاه و میده به نان فروش ها نان درست کنن. آخه این پادشاه مملکت، واقعا ببینید پادشاه تازه مشروطه است، انقلاب مشروطه شده. در واقع وقتی که رضاخان کودتا کرد سال 1285 خورشیدی مشروطه شد. ملاحظه میکنید انقلاب مشروطه شد و مشروطه پیروز شد. رضاخان در سال 1299 کودتا کرد، یعنی 14 سال از مشروطیت میگذشت. وقت شما فکر کنید در این دوران مشروطه احمد شاه که پادشاه مشروطه است چه افتضاح‌کاریایی میکنه. به غیر از اینکه غلات رو احتکار میکنه، مردم خودش رو به کشتن میده. شاهی که باید فکر ملت باشه خودش مردم خودش رو به کشتن میده. اون وقت از طرف دیگه حکمرانی ولایات رو میفروخته به تجار و رجال قاجار و اینا که وضع مالشون خوب بوده میامدن حکمرانی ولایات رو میخریدن. لازم میکنید یا القاب رو میفروخته، دوله و سلطنه و ممالک و این چیزا رو رسم پول میدادن، از احمد شاه لقب میخریدن. این بوده شاه مشروطه که مصدق السلطنه و هنوز باقی مونده هاش تو این تلویزیون های معلوم الحال تلاش میکنن از احمد شاه که مزد بگیر انگلیس بوده
یک پادشاه دموکرات بسازن. مثلا مصدق در مجلس 14 که که ارتش روس و انگلیس در خاک ایران بودن و محمد رضا شاه جوان پادشاه ایران بود و انگلیس ها رضا شاه رو به تبعید برده بودن، میگه آره شاه قبلی یعنی رضا شاه عامل انگلیس ها بود. ای خدا لعنتت کنه، دروغگو، بی وجدان، کسی که تمام وجودش برای ایران بود، تک تک سلولای بدنش برای ایران بود و برای ایران کار کرد و مرد برای ایران. اون وقت اون احمد شاه رو چون فک و فامیلشه اقوام نزدیکش بود دیگه. محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بست پسرخاله مصدق میشد، پسرخاله مصدق. احمد شاه نوه خاله مصدقه. برای همینم در مجلس موقعی که میخواستن قاجار رو برکنار کنن، مصدق مخالفت کرد با برکناری قاجار، سخنرانی هم کرد. و حالا زمانی که ارتش روس و انگلیس در خاک ایرانن و انگلیس ها رضا شاه رو به تبعید بردن، اون میگه رضا شاه عامل انگلیس بوده و در احمد شاه تک و تعریف میکنه. احمد شاهی که امروز اسنادش بیرون اومده و برای ما تاریخ نویسان، من در کتابم خدا کنه بتونم زودتر تمومش کنم واقعا این کتاب رو، تمام این اسناد رو آوردم که چه مقدار پول میگرفته احمد شاه از دولت انگلستان، ماهیانه 15,000 تومان اون زمان، و بعد هیچ چونه میزده که این رقم به 20,000 تومان برسه. خیلی رقم بالایی بوده برای اون زمان. لازم میکنید شما فکر کنید در دوران محمد رضا شاه چقدر میشه 20 سال بعد از اون بلیت اتوبوس 2,000 بود، حالا میدید 15,000 تومان چه رقمی بوده که احمد شاه حقوق میگرفته. و بعدم چانه میزده که بیشتر بشه و بعدم برای بازنشستگیش هم حقوق میخواسته از دولت انگلیس. پس تو نوکر انگلیسی که بازنشستگی تو هم از اون پول میخوای، برای او داری کار میکنی. آره دیگه، علنا برای اون کار میکرده. و هر نخست وزیر رو که میخواسته منتصب کنه یه نفر میفرستاده به سفارت انگلیس، اون میگفته مثلا فلان کس رو نخست وزیر کنین، یکی از آنگلوفیلا که هوادار انگلیسه و منافع انگلیس رو برآورده کنه رو معرفی میکردن و احمد شاه اون رو نخست وزیر میکرده. این واقعیته. برای همینه که وقتی مایک والاس داره با مایک والاس یا یکی دیگه از این خبرنگارای انگلیسی با شاه صحبت میکنن، کاش اون کلیپ رو فرستاده بودم، با شاه صحبت میکنن، شاه میگه که اونا میگه که شما برای منافع خودتون همش کار میکنین، اروپا داره نمیدونم شکسته میشه، برقش گاز نداره، برق نداره، فلان باشه. میگه شماها چیزاتون رو میبرین بالا، you go up، ما میایم بالا، شما بیارین پایین، ما میایم پایین. و بعدم من قراره مگه برای شماها کار کنم؟ خوشتون میاد یاد اون زمانا افتادین که برای نخست وزیرای مملکت ما رو شماها انتخاب میکردین؟ بازم دلتون میخواد همون کار بکنین؟ در کارهای ما دخالت بکنین؟ we don't let you، ما نمیذاریم این کار بکنید. بله نذاشت. ولی اون وقت چیکار کردن؟ همه با هم یکی شدن، دسیسه کردن برای برکناری محمد رضا شاه. و متاسفانه خودی‌های خودفروش، ایرانی‌های جاسوس بیگانه و خود ایرانی‌هایی که میگم این مذهب دیوانه شون کرده بود، دیوانه. برای همین هم هستش که الان در خود امریکا میخوان قانون بگذارونن که کسی که به مسلمان حرفی بزنه، توهین بکنه، بین 3 ماه تا 6 سال زندانی داره. چرا؟ تو آزادی بیان رو داری از ما که در یک کشوری که به قول خودتون دموکراسی برقراره میگیرین. طرفی که چاقو برداشته رفته به اداره پست حمله کرده، یه مسلمان برداشته چاقو رو برداشته رفته به اداره پست در اجازه بدین ببینم کجا بود، بذارم پخش کنم. بله در ایلند یه مسلمان
در ایرلند با چاقو به اداره پست حمله کرده، بعد مردم ریختن گرفتنش تا پلیس بیاد. خب ما چی بگیم؟ نگیم یه مسلمان، بگیم یه مسیحی حمله کرده با چاقو؟ چی بگیم که شماها دولت مردان و دولت زنان غربی ناراحت نشید؟ بابا مردم کشور شماها در عذابن، مردم کشورهای اروپایی در عذابن، شما به فکر ملت خودتونم نیستید. چه جور دولت مردانی هستید؟ قبلا اقلا کشورهای غربی به نفع مردم مملکت خودشون هم کار میکردن، مال ماها رو میچاپیدن به خورده مردمشون میدادن. ولی الان شماها فقط برای جیب خودتون دارین کار میکنین، حتی برای ملت خودتون هم اهمیت قائل نمیشید. اینقدر که ناامنی اومده در این کشورها. پریروز یه گوشواره خریدم طلا، خانمه به من میگه من تو این پاکتی که روش نوشته فاین جولری نمیذارم یه وقت تو خیابون مزاحمتون نشن یا تو خود مال مزاحمتون نشن. انقدر ناامن شده که رو پاکت اگر نوشته شده باشه جواهر، ممکنه که حمله کنن، از من قاب بزنن یا یکی بزن تو سرم ازم بگیرن ببرن. من گفتم نه اصلا نذار تو پاکت، بذارم تو کیفم. ببینید چه ناامنی در این ممالک، در کالیفرنیا ایجاد شده. روز روشن شنبه که مال شلوغه، بعدی همچین اتفاقی بیفته. الان این کلیپ رو برین مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید. کلیپ شماره 5 هستش که یک مسلمان در ایرلند با چاقو حمله کرده به اداره پست. I'm with you. It's a free country. Yeah, it is. Oh, just enough. No. What? Oh. I don't know. Oh, right. There's nothing. That's a blade. Yeah, you have a knife there. Officer. به قول مهندس سیاوش خان واقعا خیلی دردآوره. در همین ایالت کالیفرنیا روزانه، یعنی هر روز بین 700 تا 1000 نفر غیرقانونی از مرز وارد میشن. یعنی پلیس میبینتشون، میگیرتشون، بعد آزادشون میکنه، میفرسته تو کالیفرنیا. هر روز شما فکر کنین 700 تا 1000 نفر بیاد توی کالیفرنیا، ببینید چه وضعی میشه در کشور. حالا از این 1000 نفر 50 یا از این 700 نفر به قول مهندس 50 نفرشون تروریست باشن، چه مملکتی میشه؟ جمهوری اسلامی، گروه القاعده و طالبان و سپاه قدس و زینبیون و نمیدونم فاطمیون و داعش و اینها رو بخواد بفرسته به امریکا، اصلا ویزا اینا هم نمیخواد، از همین مرز بیار بفرسته این تو، ولو میشن دیگه. چه خبره توی دانتان لس آنجلس دسته سینه زنی؟ ببینید این تعداد از کجا اومدن، چجوری اینا ویزا گرفتن؟ تکلیف فامیلمون تو
اون کشورهای اروپایی زندگی میکنن، نمیتونن، البته اگه پاسپورت کشورهای اروپایی داشته باشن میتونن 3 ماه بیان بمونن برن. اگر آدم باشی، قانون رو رعایت کنی، 3 ماه میتونی اینجا بمونی. ولی اگر دزد باشی، قاتل باشی، جانی باشی، میتونی از این مرز بیای و بری. نه چرا بری دیگه، بیا بمونی کاراتو انجام بدی. چه وضعیتیه؟ حالا تازه اون قسمتی رو که ترامپ دیوار داشت میکشید که بایدن به محض اینکه انتخاب شد دستور داد جلوی کشیدن ترامپ رو، دیوار رو ببندن. میدونید چقدر از اونجا میامدن داخل؟ فقط مکزیکیا و گواتمالایی و اینا که نمیامدن، که کلی تروریست و دزد و از خود کوبا کلی میامدن. به کوبا که هر چند وقت یه دفعه زنداناشو باز میکنه، میفرسته افرادشو، جنایتکاراشو میفرسته توی میامی. این مملکتی ساختن اون وقت تازه قانونم اینجوری رد میخوام بکنم یا رد کردن. به هر حال آمریکایی هم همچون ساکت نشه، ظرف نمیزنه. پاشو یه اعتراضی بکن، مملکت داری به این روز میفته، همه ناراحت. خانم پزشکی که من گاهی میرم پیشش حال ندارم، میگه مثلا 1:30 به بعد نیستم، هلولکی. میگم چرا؟ میگه میخوام خودم بچه‌هامو از مدرسه بردارم بیارم خونه. بعدم مینالید از درسایی که توی مدرسه میدن بهشون. در این امریکا، در این کالیفرنیا. بازم در اروپا، کشورهایی که شاهیه، یه پادشاهیه، یه مقدار جلوی این چیزها رو میگیرن. ولی در کشورهای جمهوری، چه در اروپا چه همین آمریکا، ما میبینیم بسیار شیر تو شیر شده. اصلا هیچ قانونی رعایت نمیشه، هیچ چیزی. بیشتر پشتی اونان تروریستان تا پشتی مردم عادی. شما ببینید که الان من اینو نشون بدم به شما، حضورتون عرض کنم که در انگلستان واقعا که اینا دست بالایی دارن، چه بساطیه اونجا. در انگلستان یه آقایی داره اومده، معلومه تحقیق کرده راجع به مذهب اسلام و میدونه فرق مطالب قرآنی و حدیث و اینا رو همه رو میدونه. میگه در حدیث آمده که همه مسلمانان خوب قبول دارن حدیث رو، که محمد 53 ساله وقتی با عایشه سکس داشته برای اولین بار، عایشه 9 سالش بوده. بابا اینه که دیگه همه میدونیم. آقا مسلمونا ریختن سرش بزنن بکشنش، چرا ناراحت میشید؟ این چنین چیزی مگه واقعیت نداره؟ چرا نمیخواید واقعیت ها رو بدونید؟ بلکه خودتون میدونید خیلی افتضاحه، خیلی بده. پس چرا موندین تو این دین؟ یا اینکه مأمورید که تو این دین بمونید و نذارید بقیه بفهمن اصل ماجرا چیه. اینها بعدم پلیس میاد عوضی که اونا رو بگیره، این بیچاره رو میگیره دستبند میزنه میبره که داره واقعیت میگه. مهندسی اشخان اگه لطف بفرمایید شماره 10 هست، خیلی ممنون میشم. Mate, you wanted to get something in? Yes, please. I would like to say that there is a big problem in Islam. It's written in the Hadith, which all Muslims, all good Muslims believe in the Hadith, and it is written in the Hadith that Prophet Muhammad was 50 or 53 years old when he sexually penetrated Aisha. No. Aisha, she was 9 years old. She was 9 years old. Step away, lad. You're better than him. You're better than him. Hey, you're better than him. Hey, lads, you're better than him. You're all better than him. You're better than him.
Leave him. Pardon? Especially in stuff about Islam. Okay, I give you an opportunity to talk. If I don't answer the thing, you take your Islamophobia, your religion, mate. Okay? But, you guys are better than this. That wasn't exactly a clever move, mate, was it? It was a very clever move. You really think so? It was the perfect You know, move. it's people like Everybody you. needs to It's people They like need you. to know. No. Aisha How old was Joseph? lies, How old was news. Joseph? Oh! How old was Joseph? بله دیدید پلیس بردش. اگر همینجوری میبردش ما میگفتیم خب برای جان حفظ جانش برده. دستبند زدن بهش، دستبند بهش زدن بردنش. دروغ گفته مگه دروغ گفته؟ این که عین واقعیته. دیدید چه گروهی ریختن سرش؟ چقدر زیادن این مسلمان ها اونجا برای حرف راست، حرف درست ریختن سر اون. پلیس هم هست که اونا رو متفرق کنه، اینو دستبند میزنه میبره. بهتون قول میدم این برنامه منو هم یوتیوب ور میداره. به محضی که بذاریم روی یوتیوب، روی اینترنت، یوتیوب برش میداره. حالا ببینیم. مال هفته گذشته نمیدونم، مثل که هنوز نذاشتیم. بله بذاریم برمیدار. آره. ولی مثلا شما فکر کنید ولی در هلند که کشور پادشاهیه، یکی از شهردارای یکی از شهرهای هلند یکی از این داره صحبت میکنه، یکی از این حزب اللهیا میاد جلو میگه الله اکبر، چنان با چک میخوابونه تو گوشش که خودش حس کنه. چرا؟ چون پادشاهیه. پادشاه پدر مملکته، دلسوز مملکته. رئیس جمهور نیستش که بیاد 4 سال 8 سال جیبشو پر کنه بخواد بره. اینه که برای ایران هم 100% باید پادشاهی باشه، وگرنه بدبختتر از اینی که الان هستیم خواهیم شد. الان ببینید دیگه کشور اروپایی رو دیگه، امریکا و اینا رو که جمهوری، ببینید چه وضعیه. اصلا دلشون به حال ملت نمیسوزه، ملت خودشون نمیسوزه. ولی در هلند الان نشون میدم خدمتتون. مهندس سیاوش حالات بفرمایید شماره 4. شهردار یکی از شهرهای هلند هستش، شماره 4 هستش. ممنون. Tageschicht. Wir haben für 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja? Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es dann 27.000. Das hat ja auch irgendwo eine Auswirkung. 17 Was ist ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. Ja, mit 4 Frauen in der Tagesschicht. Wir haben für 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja? Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es dann 27.000. Das hat ja auch irgendwo eine Auswirkung. Was ist ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. خب ملاحظه کردید فرق کشور پادشاهی با کشور حضورتون از کنم جمهوری. انگلیس رو ولش کنید. انگلیس پادشاهی هر موقع خودش بخواد جلو اینا رو بگیره خیلی عالی میتونه بگیره. میدون چرا؟ چون انگلیس یکی از معدود کشورهای، فکر کنم اسرائیل هم همینطوره، قانون اساسی نداره، ولی انگلستان 100% مطمئنم قانون اساسی نداره و هر زمانی که مایل باشه میتونه یک قانون رد بکنه از مجلس و بگه تمام مسلمان ها اخراج. خوب و بدش هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. پلیسش هم همچی محکم میگیره که حساب نداره.
ولی فعلا دست بال باز گذاشته برای اینکه جاهای دیگه به بدبختی خوب کشیده بشن. وقتی که خوب کشیده شدن قول میدم اون مال خودشو بیرون میکنه. بله اینه وضعیت. و زمان ما هم سال 57 هم که شاه میگفت مگر من با اینها چه کردم، برای اینکه واقعا فقط خدمت کرده بود، فقط خدمت کرده بود خودشو به درش، و تعجب میکرد. مذهب مردم عادی رو دیوونه کرده بود، به دنبال این روشنفکران کینه توز خود فروخته، مملکت فروخته راه افتادن. به قول لهجه داره، من نمیدونم از کجای ایران، شاید بختیاری باشن یا هرچی، ولی واقعا مثل دانشمند سخن میگه که میگه اینا قرص مذهب خوردن، خوابن، این همه بلا باید سرتون بیاد. مهندس سیاوش اگر لطف بفرمایید ببینم که شماره چند بود. بله شماره 6. خیلی ممنون میشم، سپاسگزار میشم، مال ایرانه. مردم یه انفجار اتمی بیدارشون کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخوند دیگه حف کمونه ایستی صفا برم بچه هم این مردم رو بیدار کنی. تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز به عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کسی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزل ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب خرن و روحشون خوابه، مردمی که هنی نونن خدا و قلبشو گبیزنه نه زبونشون، باید رو بی پرده شجاع و دلیل بگه که مذهب خرافاته. مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده. مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا، نیل خدا نمایان. ببینید چه قشنگ گفت، میگه مذهب یک خاکستریه بر رخسار خدا. و بابا راست میگه دیگه، بس دیگه. آخه اگر میخواید ارتباط برقرار کنید با خدا، خودتون میتونید با خداتون حرف بزنید. چه دلیلی داره که این مذهب اونم انقدر که توش جنایت داشته باشه و واقعا از این طریق ما رو بدبخت کردن و بیچاره کردن؟ اگر نه پادشاهانی، این دو پادشاهی که این همه برای ایرانی زحمت کشیدن، چه دلیلی داشت که بخواد مردم ایران بریزن تو خیابون قیام کنن و مرگ بر شاه بکنن؟ شما ببینید در دوران قاجار گفتم چون که حکمرانی ولایات رو میفروختن به این رجال قاجار، اون که این حکمرانی مثلا ایالت قوچان رو خریده بود کاری نداشت که امسال بارون نیومده و مردم کشاورز بودن دیگه، کشاورزا نتونستن کشت و کار بکنن که بتونن مالیاتی که اونها میخواد، دولت میخواد یا اون شخصی که فرماندارش شده بود، حکمران شده بود میخواد بپردازن. مجبور میشدن دختراشونو در قوچان دختراشونو بفروشن. ملاحظه میکنید که پول مالیات تهیه کنن بدن. این عین واقعیته. ببینید در قوچان یه دور شکایت برده بودن که مثلا به شاه نامه نوشته بودن که آره بابا این آصف الدوله حکمران قوچان، ما کشت و زرعمون خراب بوده ولی دست از سرمون بر نمیداره و ازمون مالیات میخواد و اینها. اهمیتی نمیدن. طرف بعدی هم که میاد. ببینید اصلا ما کتابی داریم به نام حکایت دختران قوچان. ببینید حکایت دختران قوچان، این مستنده، یعنی تمام اسنادش هست. حالا یکی میره میگه من چی پروفایلشو دارم، حرفای ما رو بخواد تکرار کنه. چند تا مقلد هستن که یکی سرکردکشون تازگی ها زنگ گرفته. به هر حال
ببینید من الان این تیکه رو میخونم برای شما، ببینید ایران به چه وضعی بوده وقتی که شاهان پهلوی آمدن و ایران رو گرفتن و درست کنن. حتی برخی از مامورایی که مامور گرفتن مالیات بودن، اونا خودشون دخترها رو میخریدن، چون میبردن در مرز تفلیس اونجا میفروختن گرونتر و چه بیدادی میکردن با این دخترای بیچاره. نوشته که از مامورین مالیات اخذ مالیات را خواست. بعضی از مامورین مالیات خود خریدار دختران رعیت شدند. هر دختر را به جای 12 من گندم حساب کرده و از 15 الی 40 تومان به ترکمنها میفروختن و بعد ترکمنها اینا رو میبردن میفروختن به کی؟ در تفلیس میفروختن که گرونتره، که متعلق به روسیه بود. ملاحظه کنید به ترکمنها میفروختن. در برابر چقدر؟ 12 من گندم دختران رو میفروختن. اینان از دو سو جیب خود را پر میکردن، یکی سهم خود از مالیاتی که اخذ میکردن و دیگر نفعی که از فروش دختران به ترکمنان مرزی میبردند. شایع بود که ترکمنان دختران را به بازارهای اشخابات برده حراج میکنند. خوب دقت کنید، عین واقعیتی است که در مملکت ما انجام می شده که الان دوباره جمهوری اسلامی همین کار میکنه. فقط یه دوره شاهان پهلوی این اتفاقات نبود و ایران درست عین کشورهای اروپایی بهتر از اونها اداره می شد. در بازارهای اشخابات به حراج میکنن. تجار ارمنی دختران را میخرند تا به عنوان برده و کنیز بفروشند و یا به آوازخوانی و رقاصی در مهمانخانه ها وادارند. شایع بود که برخی از این دختران در مهمانخانه های تفلیس که الان گرجستانه، لازم کنید بخشی از روسیه شده بود اینجا، کار میکردن. در مهمانخانه های تفلیس کار میکردن. مهمانخانه ها معنای خوبی نداره، یعنی اون کسی که میرفت اونجا شام و نهار میخورد و میخوابید، شبم یکی از این دخترها رو انتخاب میکرد و میبرد با خودش. ملاحظه کنید این وضعیت ایران بوده. حالا از گزارش هایی که در سالهای بعد در روزنامه ها چاپ شد روشن است که تعداد زیادی دختر کالای معامله شدند. شمار دقیق آن را نداریم. یکی از نخستین گزارش‌های مربوطه از فروش 250 دختر خبر می‌دهد. یه سال گزارشات مربوطه 250 دختر خبر می‌دهد و تا رقم 1000 نیز بعدها گزارش شد. تا رقم 1000 دختر قوچانی که به فروش رسیده گزارش شده. بله، صرف نظر از تعداد دختران، از این پس آنان هویت گروهی یافتند و همه جا از آنان به نام دختران قوچان یاد می‌کردند. یعنی دخترانی که قابل خرید و فروش هستند و باشون میشه همه کاری کرد. تا جوان بودن در مهمانخانه ها و اینا کار میکردن و میفروختنشون و باشون میخوابیدن به عنوان کنیز و برده. لازم میکنید بعد سنشون که بالا میرفت در مزارع اینا رو ازشون بیگاری میکردن. میگه از شرح و بیان آن اسرای بیچاره قلم یاریه نوشتن ندارد. همینقدر مختصر عرض میکنم این زنها هر کدام را تا به حال 10 دفعه خرید و فروش کرده اند. به پای هر کدام یک زنجیر زده اند. صبح تا الی شام در این آفتاب گرما لخت و برهنه مشغول بوته کشیدن یا عقب گوسفند چرانیدن هستند. خیلی اسباب رقت به جهت چاکر شد.
کسی که رفته مأمور دیدار شده میگه برای من خیلی اسباب رقت شد، یعنی ناراحتی شد وقتی این صحنه ها رو دیدم. خب که عیال مسلمانان به این شکل اسیر دست این فرقه مردمان خونخوار باشد. حالا ادامه داره، خیلی غمناکه و خیلی مستند. تمام اسنادش رو و گزارشاتش رو پای صفحه گزارشات رو پای صفحه از کجا آمده و کجا و کدوم اسناد مراجعه کردن اینها رو پیدا کردن آمده. چیزی که مستند نباشه برای شما نمیخونم و نمیارم، شما این رو بدونید. ملازم کنید کار من تاریخ، رشته من تاریخه و سعی میکنم واقعیت ها رو بیارم. این وضعیت ایران پیش از پهلوی ها بوده. ملازم کنید خود شاه قاجارش وقتی که میره فرنگ، عوضی که پیشرفت فرنگ رو ببینه بیاد در مملکتش به کار ببره، میگه یک زنی دیدم با یک کلاه حصیری اینقدر خوشگل بود که اگر 1000 چقدر بود روپیه بود چی بود میدادن میخریدم. وقتی خود او به فکر خرید و فروش دختران هست، چه توقعی از رجالش دارید؟ چه توقعی از رجال دارید وقتی خود شاه قاجار، اینا بیگانگانی بودن که در کشور ما فرمان روایی کردن، مثل بیگانگانی که امروز در کشور ما فرمان روایی میکنن. میگه یک زن فرنگی خوندم دیروز براتون، در آنجا دیدم که کلاه سبدی در سر داشت، به قدری خوشگل بود که حساب ندارد. اگر 1000 امپریال میفروختن میخریدم. مثل این که پول روس بوده امپریال. میگه میخریدم. در صورتی که اونجا خرید فروش نبوده ها. این مردک با اون فکر مغز کوچیک فندقیش داره این حساب کتابا رو، سلطان صاحب قران این حساب کتابا رو برای خودش میکنه. و یک سند در اسناد وزارت خارجه اتریش هست که مایه آبروریزی همیشگی ایرانی هاست. چرا؟ چون در مهمانی که امپراتور اتریش و مجارستان در یه دوره یه امپراتور داشت، امپراتور اتریش و مجارستان مهمانی داده بود و این مردک دیوانه رو به عنوان پادشاه اومده بود اونجا، دعوتش کرده بودن ناصرالدین شاه رو اونجا شام کوف کنه. همسر امپراتور اتریش، امپراتوری سیسی، ملکه سیسی، یکی از معروفترین ملکه های اروپاست، چون زنی بود بسیار با سیاست و امپراتور اتریش در کارهای سیاسی از او مشورت میگرفت و بسیار زیبا بود. یعنی از نظر زیبایی در واقع در آلمان یه فیلم سینمایی از اون ساختن، از همین ملکه سیسی، امپراتور سیسی، که روم شنایدر رو اون نقشش دادن. فیلم خیلی قدیمی بود، خیلی جوونی های روم شنایدر مثلا 17-18 ساله بود. ما هم که دیدیم از اون فیلم های خیلی قدیمی بود. ملاحظه کنید اون رو میخواسته بخره، یعنی مأموریت داده به نخست وزیرش که برو با دولت اتریش، تو اتریش بودن، گفتگو کن با وزیر خارجه اتریش، گفتگو کن، بگو این ملکه سیسی رو چند میفروشه به من. هر چقدرم که این بار دوم سفرش بوده که این بار میرزا حسین خان سپهسالار مثل که همراهش نبوده، یا اگرم بوده، هر چقدر گفته بابا درست نیست، غلطه، گفته من به تو فرمان میدم که فرمانم رو اجرا نکنی سرت رو میدم بزنن. خب اونم رفته صحبت کرده. این سند در اسناد وزارت خارجه اتریش وجود داره، هنوز وجود داره که پادشاه ایران سلطان ناصرالدین شاه، لازم میکنید، ملکه سیسی رو میخواسته از دولت اتریش بخره.
برای همخوابگی. این بود وضعیت ایران. مطلع بشید که چه وضعی داشتیم که بعدن که حالا شاهان پهلوی آمدن اینقدر برای ایران خدمت کردن، اون وقت خودتون رو با سوئیس و اون مقایسه میکنید. تازه مقایسه کنید بازم عقب‌تر نبودیم. به ویژه در اواخر دوران محمد رضا شاه ما حتی از کشورهای سوئیس و اروپا، انگلیس و فرانسه و اینا جلوتر هم بودیم، هم از نظر زیبایی، هم از نظر رسیدگی، از نظر اینکه بهداشت رایگان بود، دانشگاه رایگان بود، تحصیل از ابتدایی تا پایان دکترا تا پایان استادیاری رایگان بود، بهداشت رایگان بود برای همه. این چیزا در اروپا هنوزم رایگان نیست. در آلمان دانشگاهش رایگانه، ولی در انگلستان و فرانسه و این و اون شما وقتی میرید در همینجا شما تحصیل میکنید، برای هر واحدی که برمیداری باید پول بدی درس بخونی. خیلی خانواده پول در واقع جمع آوری میکنن برای فرزندانشون که میخوان کالج برن. ولی در ایران دوران محمد رضا شاهی خوابگاه مجانی که از شهرهای مختلف وقتی دانشجوها قبول میشن میان تهران، خوابگاه مجانی، دانشکده‌های مختلف در سرتاسر ایران داشت تشکیل میشد. ملاحظه میکنید که حتی کمبود استاد داشتیم، انقدر دانشگاه ها تون داشت ساخته میشد که دایی من که استاد دانشگاه بود هفته 3 روز با هواپیما مجبور بود که بره دانشگاه جندی شاپور اهواز اونجا تدریس بکنه، یه دانشگاه پهلوی شیراز و یه دانشگاهی هم در در بابل بود یا بابل سر اونجا تدریس میکرد. با هواپیما خود دولت مخارجش رو تامین میکرد، ایشون میرفت تدریس میکرد و میامد. چون در این رشته نداشتیم استاد، ایشون استاد فیزیک اتمی بودن. لازم میکنید اینقدر تون دانشگاه میساخت که هنوز ما استادان این رشته رو کم داشتیم و با هواپیما شاه مخارج اینها رو تامین میکرد که برن تدریس بکنن در جاهای مختلف که دانشجو مجبور نشه پاشه بیاد حتما تو تهران که جا باشه یا جا نباشه. همه چیزم که رایگان بود. کجای دنیا کدوم کشور اروپایی به این حالت بود؟ من اجازه بدین ببینم ساعت چنده. 1:40 وقتم. بله تموم شده. من یه چیز دیگه رو میخواستم بخونم از کثافت‌کاری این مرتیله. گفتم که در استانبول بالاخره ناصرالدین شاه دیگه گفته بود باید یه دختری رو برای من بیارین، که دختره رو آورده، گفته اینو موهاشو کوتاه کنین، لباس پسرونه هم بکنین تنش که مثل پسر بچه ها بشه، چون بچه باز بودن، یعنی با پسر بچه ها میخوابدن. مثلا سندی من دیدم در اسناد که زمانی که جنگ های ایران و روسیه و عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه داره با روس ها می جنگه، بیچاره خیلی هم جنگی می جنگه، تو تهران فتحعلی شاه برای پسرش که ولیعهدش رو داره می جنگه نامه نوشته که پسرانی که پیش ما بوده اینها بزرگ شدن، همه ریش و سبیل در آوردن و اینها، چند پسر خوشگل خوشقد و بالا برای ما پیدا کن و هرچه زودتر بفرست. ببین در حین جنگ فتحعلی شاه از پسرش ولیعهد چی میخواد؟ این ایرانو پهلوی ها گرفتن و اونجور آباد کردن. که چقدر بیچشم روییم. اینا تمام اسناد تاریخیه، درس های دانشگاهی دارم به شما میدم، ولی مختصر و مفیدش کردم. لازم میکنید. حالا ببینید این ناصرالدین شاه سلطان صاحب قرار، یعنی معروفترین و بزرگترین و بهترینشون همین ناصرالدین شاهه. ببینید چی میگه. اینو بگم کوتاه برم سر
چیز برنامه حضورتون از کنم که همیاری حضورتون از کنم که میگه دختر چرکس را که امروز دیدم، برای این آورده بودنش، برای ناصرالدین شاه آورده بودنش در استانبول، مرا که دید تبسمی کرد و از هم شکفت. از این تبسم او من، حالا ببینیم خودش چی استنباط کرده، میگه از این تبسم او من اینطور استنباط کردم، یعنی واسه خودش خیال بافی کرده، اینطور استنباط کردم که وقتی به این دختر گفتن تو را برای پادشاه ایران میبرن، تصورات عجیب و غریب پیش خود کرده. حالا از قول خودش میگه اون دختر پیش خودش تصورات عجیب و غریب کرده. گفته است پادشاه ایران چجور آدمی است، شاخ دارد و هیئتی در تصور خودش ساخته است، آدمی با ریش بسیار پهن دراز که شاخ شاخ هر یک از 7 شاخه به زمین میکشد، سبیل کلفت بلند که از پشت سر گره زده است، با این همه بسیار لاغر، زرد رنگ، چشمهای ورقلمبیده و زرد رنگ داشت. یعنی اول پیش خودش فکر کرده این دختره اینجوری این رو تصور کرده برای خودش، حالا که دیده اینجوری نیستش یک تبسمی کرده، ولی با این همه دختره رو نپسندیده. لاغر بوده، این توپل مپل و چاقالو میخواسته، لاغر بوده، زرد بوده، موهاش زرد بوده، رنگش زرد بوده، بدبخت فقیر بوده، واهشه بوده، واسه تو کثافت آوردن دیگه، باید رنگش زرد باشه. چشماش هم زرد و براق بوده، خب این که قشنگ عسلی بوده دیگه. دهن گشاده ها، دهن باید کوچولو باشه، قیتونی، لبا قیتونی. دندان ها ریخته، 2 دندان از جلو مثل دندان گراز بیرون آمده. کلاه بلند بوغی در سر دارد و خیلی متغیر و کج خلقه که هر کس را ببیند اقلاً 5 سیلی به او بزند. بله، میگه این رو برام آوردن. بله، این تصور اینو براش آوردن، این به هر حال با او هم بستر شده دیگه، با اون خوابیده. و بالاخره هم که میرزا حسین خان گفته که ببینید چه پیشرفته از اینجا اونجوریه، اونجا اونجوریه، این برای خودش کشف کرده که چطور شده که اینا انقدر پیشرفته شدن. برای خودش اینجوری گفته با وزیر خارجه هلند آشنا شدم، تمام این فرنگی ها معلوم شد لوتی و خنده‌باز هستند. نقطه‌شو خودتون درست کنید. متصل وزیر خارجه به این زنها نگاه میکرد. خاک بر سر تو، بی چشم و رویی، این چی تازه این چیزا رو دیدی؟ اونها زنها بی حجاب و اینا دکلده هزاران صدها سال بوده میدیدن. میگه متصل وزیر خارجه به این زنها نگاه میکرد. این بنیه‌ای که این فرنگی ها دارن به همین واسطه است که متصل در عیش هستن. پس دلیل پیشرفت ممالک غربی هم مال این بوده که اینا این کاره بودن. لازم کنه، یعنی تجدد خواهی و پیشرفت اینها مملکت از این جهت بوده که اینها پیوسته این کاره هستند. لازم میکنید. این هم سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، 3 سفر کرده، بیشور فقط همینو فهمیده. و یه دوربین عکاسی هم آورده که مهندسی اشکان یادآوری کرده که از خودشون چاقالوها با اون شلیطه‌ها که هنوز شلوار پاشون نیست، عکساش هستش تو اینترنت، ببینید چه پر و پاچه هایی، که بعد دیگه اون وقت گفته یه شلوار هم زیرش بپوشن، شلیط شلوار مد فرنگ. و بعدم ارتش نداشتیم، از فضای روسیه خواهش کرده که یه سری از سران ارتش قزاق رو بفرسته. ارتش قزاق یه عملیاتی کرده، این خیلی خوشش اومده، گفته سران ارتش قزاق روس رو بفرستن برای ما ارتش درست کنن. اونا اومدن یه ارتشی درست کردن با همون لباسایی که قزاقای روسی میپوشیدن. سرکرده هم همه باید روسی باشن.
ایرانی هایی که در سپاه قزاق بودن از درجه ستوان یکمی به بالاتر نمیتونستن بیان و یه همچین سپاهی مشخصا خواسته های دولت تزاری روسیه رو برآورده میکنه، نه برای ایران. حالا ببینید که رضاخان چه عرضه‌ای داشته که اولین فرمانده قزاق ایرانی هست. حالا اون رو بعداً براتون توضیح میدم که چطوری رضاخان تونسته اولین فرمانده قزاق سپاهیان قزاق باشه، ایرانی باشه. رضاخان در ضمن روسی رو خیلی خوب صحبت میکرد، این رو هم بدونید. مهندس سیاوشخان اگر لطف کنید بریم برای همیاری، 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. روش‌های حمایت از تلویزیون ایران آریایی. با مراجعه به تارنمای تلویزیون ایران آریایی www.ieatv.com و کلیک بر روی گزینه حمایت و استفاده از تارنمای www.paypal.com ما را همیاری فرمایید. اطلاعات بانکی تلویزیون ایران آریایی جهت حمایت‌های همیهنان عزیز: Bank of America Account Number 00560-25026 Routing Number 122000661 Swift Code BOFAUS3N. هم‌میهنانی که مایل به استفاده از کارت‌های اعتباری خود جهت حمایت از تلویزیون ایران آریایی هستند، می‌توانند با شماره تلفن 1-818-564-4013 تماس برقرار فرمایند. آدرس صندوق پستی تلویزیون ایران آریایی 8816 فوتهیل بولوار نامبر 103-190 RC کالیفرنیا زیپ کد 91730 USA. روش‌های حمایت از تلویزیون ایران آریایی. با مراجعه به تارنمای تلویزیون ایران آریایی www.ieatv.com و کلیک بر روی گزینه حمایت و استفاده از تارنمای www.paypal.com ما را همیاری فرمایید. اطلاعات بانکی تلویزیون ایران آریایی جهت حمایت‌های همیهنان عزیز: Bank of America Account Number 00560-25026 Routing Number 122000661 Swift Code BOFAUS3N. هم‌میهنانی که مایل به استفاده از کارت‌های اعتباری خود جهت حمایت از تلویزیون ایران آریایی هستند، می‌توانند با شماره تلفن 1-818-564-4013 تماس برقرار فرمایند.
من از نازنینانی که لطف کردن و همیاری کردن برای حمایت از رسانه ایران آریایی، یعنی برای برقراری و برپا ماندن تلویزیون ایران آریایی بسیار سپاسگزار هستم. ممنون و سپاسگزار هستم. این موضوع هم دوباره تکرار میکنم، مبالغی که پرداخت میشه برای من نیست، برای نگاهداری تلویزیون هستش که آقای وطنخواه لطف میکنن و رسیدگی میکنن به در واقع هزینه های تلویزیون و نگاهداری تلویزیون که کار بسیار دشواری هم هستش. خدمتتون بگم که آقای مهداد گرامی $20 سپاسگزارم، ممنون. خانم سوسن از مریلند $25 ممنونم، مرسی. خانم منیر گرامی $30 ممنونم. خانم روزای عزیز $40 سپاسگزارم، مرسی. خانم روباب نازنین $40 سپاسگزارم. خانم ناهید گرامی $40 ممنونم، مرسی. آقای هوتن گرامی $50 ممنونم، سپاسگزارم. خانم مهین عزیز $50 سپاسگزارم، مرسی. خانم زهره نازنین $50 مرسی، سپاسگزارم. زیردریایی شاهنشاهی دلفین $50 سپاسگزارم، مرسی. لطف دارین. آقای سالار گرامی $50 ممنونم، دستتون درد نکنه، مرسی. خانم اعظم نازنین $50 سپاسگزارم، مرسی. دخت اردشیر $100 ممنونم، خیلی سپاسگزارم. خانم پریوش عزیزم $100 به یاد بانو نهضت مستقیمی پرداخت کردن، یادشون گرامی، $100 سپاسگزارم پریوش خانم نازنین. آقای سیروس گرامی $100 سپاسگزارم، مرسی. خانم مریم عزیز $100 سپاسگزارم، مرسی. آقای فیروز گرامی $100 سپاسگزارم، دستتون در نکنه. پهلوی دوست $100 ممنون، خیلی ممنون، سپاسگزارم. بانو آذر نازنین عاشق میهن و هم میهنانشون $150 به منم خیلی لطف کردن، از برنامه استقبال کردن، تعریف کردن و گفتن شجاع و وطن پرستم. خیلی ممنونم، دستتون در نکنه، لطف دارین شما، قربونتون برم. و ناشناس گرامی از سندیاگو $200 سپاسگزارم، مرسی. و آقای امین گرامی $300 سپاسگزارم، لطف کردید. آقای امین گرامی و ناشناس از سندیاگو و همه نازنینانی که لطف کردند و همیاری کردن برای بقا و دوام تلویزیون ملی میهنی ایران آریایی. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه مهندس سیاوش خان عزیز برای یکایی که شما نازنینان شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. به امید آزادی و نجات ایران همبستگی خیلی مهمه، اتحاد خیلی مهمه. قیام که شروع میشه همه با هم باید بلند بشید، بتونید ایران رو از این غیر ایرانی ها پس بگیرید، وگرنه نابودتر از اینی که الان هست خواهد شد. ولی سرنگونیش بسیار بسیار نزدیکه. روزگار خوش. درفش ای درفش ای درفش کویان، ای کهن‌ترین درفش، پرچم هخامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، بختر سربلند، زرد و سرخ خوبنش، در برابرت به خاک دشمنان نابکار، در برابرت به خاک دشمنان نابکار. ای درفش میهنم، ای درفش میهنم، ای نماد کشورم، ای نماد کشورم، ای ز اشکانیان، ای ز ساسانیان یادگار، ای تو از باستان ماندگار.